سلام اسپورت نیوزی عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز در خدمتتون هستم که نتایج روز اول کشتی فرنگی رو در مسابقات جهانی بلگراد با هم بررسی کنیم. بریم سراغ 4 وزن نخست و ببینیم که فرنگیکاران ایران چه کار کردن. در وزن 55 کیلوگرم پوریا دادمرز پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 8-0 سابولس لوسونوس از صربستان را شکست داد و راهی مرحله 1/4 شد. وی در این مرحله مقابل آدام اوزون قهرمان اروپا از ترکیه را با نتیجه 3-0 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. دادمرز در این دیدار در یک کشتی نزدیک با نتیجه 3-2 مغلوب عزیزلی قهرمان جهان از آذربایجان شد و به دیدار رده‌بندی رفت. وی در این دیدار به مصاف برنده مبارزه میان تایگا اونیشی از ژاپن و مارلان موخاشیف از قزاقستان خواهد رفت. اما در وزن 77 کیلوگرم محمد علی گرایی در دور اول با نتیجه 2-0 حریفی از روسیه را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه 5-5 مغلوب ناو کوزاکا از ژاپن شد و با توجه به شکست این کشتیگیر ژاپنی مقابل محموداف قهرمان جهان از قرقیزستان در مرحله نیمه نهایی گرایی از دور رقابت‌ها کنار رفت و کاپیتان تیم ملی ایران اولین حذفی فرنگیکاران ایران بود. در وزن 82 کیلوگرم علیرضا محمدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم نتیجه 8-0 حریفی از صربستان را مغلوب کرد و به مرحله 1/4 راه یافت. وی در این مرحله مقابل حریفی از اوکراین که دارنده مدال برنز جهان بود با نتیجه 4-1 به برتری دست یافت و راهی نیمه نهایی شد. محمدی در این دیدار با نتیجه 5-1 حریفی از مولداوی را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با حریف قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک پیکار خواهد کرد. اما در وزن 130 کیلوگرم امین میرزاداده در دور نخست با نتیجه 9-0 حریفی از برزیل را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه 2-1 حریفی از اوکراین را از پیش رو برداشت و به مرحله 1/4 راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 1-1 حریفی از لیتوانی را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. میرزازاد در این مرحله با اسکار پینو هندیس دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از کوبا با نتیجه 1-1 به برتری دست یافت و راهی فینال شد. وی در این دیدار به مصاف رضا کایالپ قهرمان که در چندین دوره مدال جهان و مدال نقره و برنز المپیک از ترکیه را دارد خواهد رفت. این بود نتایج روز نخست و 4 وزن اول کشتی فرنگی ایران در مسابقات بلگراد صربستان. اگر خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید کانال ما رو، کامنت بذارید و امیدوارم که لذت برده باشید. وقتتون بخیر.